به نام خدا. خوش آمدید میگیم شما متعلمین نهایت عزیز را به مضمون جغرافیای صنف 11. من دکتر علی محقی هستم. خب آغاز میکنیم فصل اول جلسه 8 با موضوع بررسی وضعیت زراعت و مالداری در افغانستان. اجنده هایی هم که در این جلسه دنبال میکنیم بررسی عوامل مؤثر بر زراعت و مالداری است. این لکچر یک جنبندی است از درسایی که تا حالی داده شد و میخواهیم که بحث زراعت و مالداری رو به خیر در این جلسه تمام کنیم. در ادامه با ما همراه باشید. خب میگه افغانستان یک کشور زراعتی است و اساساً کشورهای مصروف زراعت از جمله کشورهای پیشرفته نیستند. خب یک مسئله بسیار مشخص است. کشورهای صنعتی کشورهایی هستند که فابریکاهای مختلف دارند، کمپانی‌های بسیار مشهور دارند، در کارهای تکنولوژیکی هستند. اما کشورهایی که این امکانات رو ندارند مثل کشور ما و شما بیشتر مردم مشغول زراعت و مالداری هستند. بنان ما یک کشور پیشرفته نیستیم. مورد دیگر میگه افغانستان یک کشور رو به انکشاف است به خاطری که ما در سالها درگیر جنگ‌های داخلی بودیم و این جنگ‌های داخلی اجازه انکشاف به ما نداده است. میگه مردم باز به طور مستقیم و غیر مستقیم از طریق زراعت و مالداری بنان روزگار میگذرانند. در سالهای اخیر اقتصاد مملکت ما و شما رشد داشته، اما این رشد فقر و گرسنگی را کم نکرده، چرا که یک عامل بسیار مهم در سیستم ما وجود داره و او فساد اداری است که باعث شده که این حتی اقتصاد وقتی که رشد داشته باشه کفاف نیازمندی های روزانه مردم را نکنه و همچنان در کشور ما فقر و گرسنگی بیداد کنه. حالا میخوایم یک مقدار از آمارها و احصایه‌ها را برای شما بگیم در موردی که چطور مردم ما گریبانگیر فقر هستند. میگه 6.5 میلیون مردم نمیتوانند حداقل نیاز غذاییشان را برطرف بسازند. مورد دیگه 24% خانواده مصرف غذایی بسیار کم دارند. وقتی که آمارها را برایتان میگم دوستای عزیز، شما خودتان متوجه میشید که چقدر آمارها صحیح است و این تو فامیلا شاید خودتان باشید یا در اطرافیانتان اقاربتان تو فامیلا را دیده باشید. 30% نفوس کمتر از نیازشان مواد غذایی مصرف میکنند و تقریبا 40% کودکان زیر 30 سال دچار کمبود وزن یا همون سوء تغذیه می باشند. دیگه 6.7% به دلیل سوء تغذیه از این کودکان تلف می شوند. و نهایتا میگه به طور کلی 44% نفوس کشور به درجات مختلف مشکل مواد غذایی دارند. 44% تقریبا میشه گفت که 50%. تقریبا نیمی از مردم کشور ما با مسئله تامین مواد غذایی دست و پنجه نرم میکنن و مشکل دارند در این قسمت. خب میگه اگر در استفاده از آب، حالا بریم سراغ مواردی که میتونی مسئله را تقویت کرد و این فقر گرسنگی را از بین برد. میگه که در استفاده از آب و زمین اگر منیجمنت خوب داشته باشیم و به شکل درست استفاده شود چیکار میتوانیم؟ یک میگه محصولات زراعی و حیوانی چند برابر خواهد شد، یعنی کمیت اینا رو ما افزایش میدیم. وقتی که کمیت افزایش پیدا کرد غذا زیاد خواهد شد و میتونیم آستا آستا او 44% از مردم ما که از بی غذایی رنج میبرن یا از کمبود غذا رنج میبرن کم کم همین فیصدیشه همین تا آستا آستا پایین ببریم. خب دیگه میگه نیاز داخلی برطرف میشود. ما امیالی در کشور ما و شما میدونیم که آرد ما دیگه چیزهای ما مواد غذایی ما از کشورهای همسایه میه، از قرقیزستان میه، از پاکستان میه، از ایران میه، جای دیگه میه. پس بنان تولیدات ما اوقع کافی نیست که حتی مردم خود ما و شما را سیر کنن. بعد میگه که اگر ما منیجمنت خوب داشته باشیم، جدا از اینکه میتونیم مصرف داخلی را پوره کنیم و مردم ما مردم سیر باشه، حتی در این فکر کنیم که در کشورهای همسایه خودی مواد و محصولات را صادر کنیم و از او عایدات داشته باشیم. خب مورد بعد در مورد عوامل محدودیت بر فعالیت‌های مالداری و زراعتی می‌خوایم با هم گپ بزنیم. یک عوامل طبیعی خب شامل کدام است؟ اقلیم است، ساختمان اراضی است و نوعیت خاک. عوامل طبیعی دست ما و شما نیست، اما اینا معمولاً موارد بسیار خوبی هستند، یعنی اینا اکثراً باعث نمی‌شوند که مشکلاتی به وجود بیاید. اینا کدام هستند؟ خب اقلیم که مربوط به آب و هوا است که یک منطقه آب و هوایش سرد است، خشک است، گرم است، چطور است.
نوعیت خاک است و ساختمان اراضی که زمینا بلند است، بالاست و خاک او چه تو منطقه از خاکش است، خاک حاصل خیز است یا خاک ضعیف است. این موارد از جمله عوامل طبیعی است. دیگه عوامل بشری است، شامل نیروی کار، سویه تکنیکی و آگاهی فنی زارعین. خب خیلی از نیروهایی که در بخش زراعت در کشور ما و شما کار میکنن از علم روز از اون رشته یا تکنیک و از اونها هیچ اطلاع ندارن و به همون شیوه سنتی که پدرانشان بر روی زمین کار میکرده یا مالداری میکردن همون سویه را همچنان استفاده میکنن. این سویه باعث میشود که عایدات اونا بسیار بسیار کم باشه و به سختی خود خانواده ها را بتونه تامین کنه، چی برسه که ما او را بتونیم محصولات اضافه از این را به مارکت صادر کنیم و جدا از مارکت که پر کردیم باز بتونیم که وارد بخش صادرات شویم. دیگه عوامل اقتصادی است، سرمایه است، بازار فروش است و وسایل امن و نقل است. اینا که در منطقه در یک در ساحه زیاد باشه، امکاناتش فراهم باشه، میتونیم که محصولات خود بیشتر در بازار منتقل کنیم و او را بهتر در خدمت مصرف کننده ها قرار بدیم. مورد آخر عوامل سیاسی یعنی سیاست حکومت است. این بحث از این است که یک حکومت باید پلان‌های خوب یا سیاست‌های خوب داشته باشد تا بتونه زراعت و مالداری را در او کشور تقویت کنه. وقتی که میبینه کشوری با 44% مردمش با گرسنگی مواجه هستند باید پلان‌هایی داشته باشد تا بتونه در دراز مدت یا کوتاه مدت و حتی میان مدت اینا را از بین ببره یا فیصدیش کم کنه. خب میگه اقلیم از جمله عوامل طبیعی مؤثر بر کمیت و کیفیت مواد غذایی است. بس از وقتی از کمیت میشه یعنی ما از مقدار میگیم، کیفیت در مورد کیفیتش میگیم که کیفیتش بالاست یا کیفیتش پایین است. مرغوبیت یک جنس گپ میزنیم. میگه به دلیل سردی هوا و موجودیت فصل زمستان طولانی در بعضی مناطق مرتفع کشور ما چون کابل، گردیز، غزنی و مناطق مرکزی میتونیم فقط از یک فصل استفاده کرد. بنابراین اگر یک منیجمنت خوب ما داشته باشیم میتونیم از همون فصلی که استفاده و برداشت میشه نهایت استفاده رو کنیم و 2 چند تا 3 چند او محصول کمیال برداشت میشه و برداشت و روانه مارکت ها کنیم. خب میگه کمبود آب با قلت آب به زراعت و مالداری آسیب جدی میزنه. خب این مسئله مهمی است. قلت آب به انسان ها اثر میگذاره. خب مشخصا بنان بر مال و بر مالداری و زراعت هم اثرگذار خواهد بود. سیستم آبیاری کشور ما متاسفانه انکشاف نکرده و جریانات آبی دریاها ارزیابی دقیق نشده و مورد استفاده بیشتر قرار نگرفته. وقتی که بحث از این است که ما یک منیجمنت خوب در قسمت آبیاری نداریم، ما جریانات آبی بسیار خوب داریم، دریاهای بسیار پرآب داریم که دریاها همه‌شان اکثرا غیر از یک دانش به باقی کشورهای همسایه سرازیر می شود. او کشورها از آب کشور ما استفاده میکنن، زمینهای خودشون آباد میسازن، زراعت مالداریشان انکشاف پیدا میکنه، ولی ما و شما که صاحب از آب هستیم نمیتونیم از او استفاده کنیم چون یک منیجمنت و یک سیاست قوی نداریم که از اونا بتونیم به خوبی و با درایت استفاده کنیم. بعد میگه که همچنان قسمت اعظم آبیاری توسط افزار دستی و با استفاده از مواد محلی انجام میشه. در قسمت آبیاری همین زمین‌ها یا زمین‌های زراعتی همچنان ما از شیوه‌های عنعنوی استفاده میکنیم، اما اگر بتونیم که روش‌های عصری و پیشرفته را وارد کنیم میتونیم که مصرف آب هم کاهش بدیم و او را کمتر کنیم تا بتونیم از او آبی که در اختیار ماست در بخش‌های یا سکتورهای دیگه هم استفاده کنیم. سرمایه گذاری بخش زراعت هم بسیار ضعیف است و بندهای ذخیره آب و حفر کانال ها و نهرها برای آبیاری انکشاف نشده است. بازم بحث از این است که سرمایه گذاری در این قسمت انجام نمیشه. وقتی که سرمایه گذاری انجام نشد دیگه نمیتونیم که بندهای ذخیره آب داشته باشیم، حفر کانال ها رو داشته باشیم یا بتونیم که یک سیستم خوبی از اینا را اجرا کنیم. مورد بعد در موردی گپ میزنیم که دهاقین و مالداران هم خب سرمایه ندارن تا از متدهای عصری استفاده کنن و از تخم‌های اصلاح شده بذری، ادویه ضد آفات و امراض، کود کیمیاوی یا ماشینالات زراعی تهیه کنن. خب به طور کلی گفته می شود که زراعت و مالداری در کشور ما به شیوه عنعنوی است و هدف عمده فعالیت‌های زراعتی است که خانواده‌هایشان بتونن که سیر کنن و تامین نیاز خانواده را کنن. هیچ در این فکر نمیتونن باشن که یک بخش زیادی از تولیدات خودشون را وارد مارکت کنن، چی برسه که به این فکر کنن که رو بخوایم به صادرات از کشور فکر کنیم.
خب مورد بعد در مورد زراعت مالداری به شیوه پیشرفته گفته میتوان که سیستم آبیاری و انکشاف بعدی از او باید در نظر گرفته شود. فرمای زراعتی، مالداری و کلینیک‌های حیوانی توسعه یابد. خود از سالهای اخیر ما و شما در کشور ما دیدیم که گلخانه‌های زیادی تأسیس شده. همینا یکی از متدهای پیشرفته زراعت است، باعث میشه که ما مواد غذایی، ترکاری‌های مختلف، نباتات مختلف در فصول مختلف سال داشته باشیم. و کلینیک‌های حیوانی هم باعث میشه که اگر یگان وقت گاو و گوسپند ما دچار یگان مشکل و مرض شد، بتونیم که قبل از اینکه تلف شه او را تداوی کنیم. خب دیگه چی میگه در مورد از این؟ میگه راههای مواصلاتی بین مزرعه و مارکت بیشتر شود و فابریکا و مراکز صنعتی محصولات زراعتی خود صنعتی کنند و ارزش مواد را بالا ببرن. این به معنای است که از خام فروشی ما و شما جلوگیری کنیم. وقتی که ما یک ماده را نتونیم در کشور خود پروسس کنیم، مجبور هستیم که خام در کشور همسایه را کنیم. اگه بتونیم این مسئله را تامین کنیم که تازه مصرف داخلیش خلاص شه و او را در کشور خارجی صادر کنیم، او کشور خارجی که امکاناتش داره یا همسایه‌های ما او را پروسس میکنن، باز دو چند سه چند او را سر ما به عنوان یک محصول فراوری شده میفروشن. خب به علاوه پلان‌های اکتشافی دراز مدت، کوتاه مدت تنظیم شود، به خاطری که سرمایه گذاری در زراعت مالداری زیاد شد. وقتی که سرمایه گذاری آمد، ما میتونیم از شیوه‌های عنعنوی به سمت شیوه‌های پیشرفته و عصری هم حرکت کنیم. خب از منابع طبیعی، جنگلات و علفچرها محافظت شود و از آنها به طور دائم و معقولانه استفاده شود و جلوی دستاندازی‌ها و استفاده‌های بیش از حد افراد را ازش بگیریم. خب دوستای نهایت عزیز، پس از یک وقفه با سوالات کانکور برمیگردیم. سوالات کانکور. سوال اول میگه دهاقین و مالداران جهت عصری ساختن و بهتر شدن شیوه زراعت و مالداری به چه نیاز دارند؟ فرم چهارم، ولایت بلخ. 1. ادویه ضد آفات و مرض. 2. ماشینالات زراعتی. 3. سرمایه کافی. و 4. تخمای اصلاح شده بذری. میدانیم که نظر به لکچری که داده شد، مهمترین عاملی که دهاقین و مالداران نیاز دارند تا از شیوه‌های عنعنوی و شیوه‌های عصری منتقل شوند، داشتن سرمایه است، سرمایه کافی. بنان گزینه 3 گزینه صحیح بوده میتونه. سوال بعد میگه که افغانستان در گروپ کدام کشور هاست؟ 1. زراعتی. 2. مالداری. 3. صنعتی. 4. هیچ کدام. خب اما نظر به لکچری که داده شد، میدانیم که افغانستان خود یک کشور صنعتی نیست و بیش از اینکه مالداری در رواج داشته باشه، زراعت رواج داره. بنان گزینه 1 یعنی افغانستان در گروپ کشورهای زراعتی قرار میگیرد. سوال بعد میگه مردم افغانستان به چه صورت به زراعت و مالداری مرتبط هستند؟ 1. به صورت مستقیم. 2. به صورت غیر مستقیم. 3. گزینه 1 و 2 و 4 هیچ کدام. بازم نظر به لکچری که داده شد، اگه شما دوستای عزیز دقت کرده باشید، مردم ما و شما هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم به زراعت و مالداری برای تامین نیازهایشان و گذران روزگار نیازمند هستند. بنان گزینه 3 گزینه صحیح بوده میتونه. سوال بعد میگه چند فیصد مردم کشور به درجات مختلف مشکل مواد غذایی دارند؟ 1. 45%. 2. 43%. 3. 44% و 4. 46%. خب ما و شما در لکچر دیدیم که 44% مردم کشور ما با مشکلات مواد غذایی یا سوء تغذیه مواجه هستند. بنان گزینه 3 گزینه صحیح بوده میتونه. سوال بعد سویه تکنیکی از جمله کدام نوع محدودیت فعالیت های زراعتی و مالداری در کشور ماست؟ 1. طبیعی. 2. بشری. 3. سیاسی. 4. اقتصادی. خود سویه تکنیکی میدانیم که یک بخش بود از محدودیت های بشری که ما در اون قسمت پرسنل و نیروهای تکنیکی کم داریم. بنان گزینه 2 گزینه صحیح بوده میتواند. خب دوستای نهایت عزیز، به پایان جلسه 8 از مضمون جغرافیای صنف 11 رسیدیم. جهان تشکر که تا این دم با ما همراه بودید. تا جلسه بعد شما را به الله پاک میسپاریم.